شریر میخواد ما خشمگین باشیم، پر از کینه و تلخی و به همه و هر کی که آزارمون میده، ناراحتمون میکنه بپریم. و یه نفرم اینجا نیست که تا حالا ازش مسئول مونده باشه و از کسی آزار ندیده باشه. شیطان میخواد که بین ما فاصله بندازه. عاشق جدایی است. عاشق اینه که خانواده رو از هم بپاشه، ازدواج‌ها و دوستی‌ها رو، همکارا رو بر علیه هم بشورونه. و ما باید عقل به خرج بدیم و ببینیم که دشمنه که داره عمل میکنه و نه، من با اون همکاری نمی کنم. آرامش با قدرت داشتن برابره. جایی که آرامش و صلح نیست، قدرت هم نیست. پس شیطان میخواد که ما از دست همه عصبانی باشیم، ولی ما مجبور نیستیم اونجوری زندگی کنیم. خدا میخواد که ما تو هر طوفان زندگیمون محکم باقی بمونیم و همونه که اجازه میده خدا برای ما وارد عمل بشه. 4 وعده: صلح، آرامش، عدالت یا پارسایی، امنیت و پیروزی بر مشکلاته. ای ایمانداران، برادران، خواهران، دوستان، ما در جنگیم. هر چند وقت یک بار باید این یادآور بشه برامون. اینو دوست نداریم ولی در جنگیم. این جنگ آخرش به پیروزی ما ختم میشه. گرچه نبردهای زیادی برای پیروزی در جنگ هست و گرچه یکی میبره، ولی اونا هر نبردی رو پیروز نشدن، چون گاهی درست نمی جنگن. و من میخوام یاد بگیرم که چطور در همه نبردام پیروز بشم، چون نمیخوام دشمن حتی یه خورده هم لذت شکست منو داشته باشه.